درس 25 از کتاب گرامر رو میخوایم شروع بکنیم. در درس 25 هم درباره زمان آینده میخوایم صحبت کنیم. در درس 24 یاد گرفتیم که وقتی میخوایم بگیم این کار رو انجام بدم از زمان present continuous به همراه یک قید که مشخصه زمان آینده باشه استفاده میکنیم. در این درس میخوایم در مورد I'm going to صحبت بکنیم. این قسمت going to در جمله ما ثابت هست، به معنای قصد دارم. ما از این ساختار برای زمان آینده استفاده میکنیم. آینده ای که براش برنامه ریزی کردیم و در موردش قبلا فکر کردیم و بعد از تو یک فعل که به صورت ساده تو جمله میاد رو باید قرار بدیم. مثلا I'm going to watch TV tonight. امشب میخوام تلویزیون تماشا کنم. She's going to watch TV tonight. او امشب میخواد تلویزیون تماشا بکنه. یعنی برنامه ریزی کرده از قبل و روش فکر کرده. I'm going to من میخوام. اگر سابجکت ما I باشه بعدش باید از فعل to be am استفاده بکنیم و going to همونطور که پیشتر بهتون گفتم در جمله ما ثابت هستش. وقتی سابجکت ما he, she, it باشه باید از فعل to be is استفاده کنیم، مثل she's going to watch TV. اون قصد داره تلویزیون تماشا کنه. و اگر فاعل ما we, you, they باشه از فعل to be are استفاده میکنیم. We are going to یعنی ما قصد داریم. We are going to watch TV tonight. ما امشب میخوایم تلویزیون تماشا کنیم. پس ساختار به این صورت هستش. subject که همون فاعله به اضافه to be verb که این to be verb با فعل to be ما متناسب با فاعل جملمون انتخاب میشه و بعدش going to که همیشه ثابت هستش و بعد از اون هم verb که فعل ما هستش و به صورت ساده به کار برده میشه. در این قسمت یک تصویر رو میبینیم که به ما میگه I'm going to watch TV tonight. من امشب میخوام تلویزیون تماشا کنم. یا She's going to watch TV tonight. امشب میخواد تلویزیون تماشا بکنه. همونطور که میبینید ما اول میایم سابجکت رو قرار میدیم. I, he, she, it, we, you, they و بعد از اون فعل to be متناسب با سابجکتمون انتخاب میکنیم. am, is, are. و اگر جمله ما منفی باشه بعد از افعال to be ما not رو قرار میدیم. going to جمله ما ثابت هستش و بعدش فعلمون به صورت مصدر قرار میگیره. و اگر بخوایم این جملات رو سوالی بکنیم با yes no question، چون میدونیم ما دو دسته جملات سوالی داریم، یک دسته yes no question ها، یک دسته WH question ها. و وقتی بخوایم این جملات رو با yes no question سوالی بکنیم در ابتدا فعل to be مون رو قرار میدیم و بعد سابجکتمون رو میذاریم going to که ثابت هستش در جمله ما و بعد هم مصدر فعلمون رو قرار میدیم. I'm going to buy some books tomorrow. فردا میخوام یعنی قصد دارم چند تا کتاب بخرم. این جمله نشون میده که خب ما از قبل یک برنامه ریختیم که فردا بریم خرید و چند تا کتاب بخریم. چون برنامه ریختیم و برای زمان آینده این کار انجام شده از این ساختار یعنی I'm going to buy استفاده میکنیم. Sarah is going to sell her car. سارا میخواد ماشینش رو بفروشه. در اینجا سارا سابجکت ما هست که شیه، بعد از اون از فعل to be استفاده میکنیم و بعد هم going to که ثابت هست در جملمون و بعدش فعل که فروختن هستش sell به صورت ساده در جمله ما قرار میگیره. I'm not going to have breakfast this morning. I'm not hungry. امروز صبح نمیخوام صبحونه بخورم. گرسنه نیستم. این جمله ما منفی هستش و همونطور که قبلا بهتون گفتم برای منفی کردن این ساختار بعد از افعال to be ما not رو قرار میدیم.
اگر تا اینجا آموزش ها رو دوست داشتید ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب بفرمایید. این زنگوله رو هم به صدا در بیارید که هر وقت ویدیو جدیدی آپلود میشه جزء اولین ها باشید که ازش با خبر میشید و با لایک و کامنتتون هم به هم انرژی بدید. میریم سراغ جمله بعد. What are you going to wear to the wedding next week? چی میخوای بپوشی برای عروسی هفته آینده؟ همونطور که میبینید این جمله ما سوالی هستش ولی سوالی با WH question. حالا ساختار جملات سوالی to be going to با WH question به چه صورتی هستش؟ در ابتدا میایم WH question رو میذاریم و بعد از اون از فعل to be که متناسب با فاعل ما هست استفاده میکنیم. بعد فاعل جملمون I, you, he, she, it, we, you, they را قرار میدیم و بعد going to که ثابت هستش و بعد هم فعل ما میاد که در اینجا فعل ما were هست. Your hands are dirty. دستات کثیفه. Yes, I know. I'm going to wash them. آره میدونم. میخوام برم بشورم. Are you going to invite Matt to your party? میخوای مت رو برای مهمونی دعوت بکنی؟ این جمله هم سوالی هستش ولی از نوع yes no question ها هست و ساختارش به این صورت هستش. To be verb فعل to be رو قرار میدیم، بعدش subject ما فاعلمون رو میذاریم و بعد going to که باز ثابت هست تو جمله ما و بعد فعل جمله ما که invite هستش. I'm playing tennis with Julia tomorrow. طبق چیزی که در درس قبل خوندیم برای زمان آینده میتونیم از ساختار present continuous هم استفاده کنیم و همینطور از to be going to که الان درسش رو یاد گرفتیم. برای آینده‌ای که قصد انجام کاری رو داریم و براش برنامه ریزی کردیم میتونیم از این ساختارها استفاده بکنیم. کاملا معنای یکسان دارن، فقط ساختاری گرامری متفاوتی دارن. فردا میخوام با جولیا تنیس بازی بکنم. این جمله به صورت present continuous هست که ما میتونیم با to be going to هم بسازیم. یعنی بگیم I'm going to play tennis with Julia tomorrow. میخوام فردا با جولیا تنیس بازی کنم. در قسمت C یاد میگیریم که وقتی برای آینده بخوایم یک چیزی رو پیش بینی بکنیم از ساختار to be going to استفاده میکنیم. Look at the sky. It's going to rain. به آسمون نگاه کن. فکر کنم میخواد بارون بباره. یعنی الان بارون نمیباره ها، اما با شواهدی که میبینیم با توجه به شرایط آب و هوایی حدس میزنیم که قراره بارون بباره. مثلا تو آسمون ابرهای بارونی رو میبینیم، بنابراین پیش بینی میکنیم که میخواد بارون بباره. همینطور تو پرانتز برامون نوشته Black clouds now, rain. Oh no, it's 9 and I'm not ready. ساعت 9 و من هنوز آماده نیستم. I'm going to be late. اینجا داره پیش بینی میکنه که احتمالاً دیر برسم. 9 o'clock now and not ready. الان ساعت 9 و آماده نیستم. پس با شرایط پیش بینی میکنیم که احتمالاً دیر برسم. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. هر سوالی دارید توی کامنت ها ازم بپرسید که پاسخگو خواهم بود.